من فرزند کابل هستم و با آب و هوا و آب و نان کابل کلان شده و از 7 پدر در این شهر زندگی کردیم. اولین جد ما میر ابوالقاسم که پدر هفتم ما هست، بابا کلان میر واعظ مشهور، در شهدای صالحین دفن است. یعنی از 7 پدر من فرزند کابل هستم. مکتب، پوهنتون، فاکولته ها، همه جای همدلی و خوشی و آموزش واقعی بود و در مجموع کابل دیروز پیش از حوادث دردناکی که در این پایتخت تاریخی ما رخ داد، کابلی بود هرچند فقیر ولی آرام، ولی با فرهنگ، با نظافت، و شهری بود که توریست هایی که از هر کنج جهان می آمدن و در شبای جشن به تعداد زیاد مردم از ممالک همسایه می آمدن. همه خوش بودن، همه خوشحال بودن. شبای جشن که تا ساعت 4 صبح در چمن و در فضای جشن می بودیم تا 2 شب، تا ساعت 3 شب، تا 4 صبح موسیقی بود، خوشی بود و احساس استقلال و آزادی کردن بود. در مجموع خاطرات من از زمان طفلیم تا نوجوانیم از همه راضی هستم. من به آینده کابل و آینده افغانستان اعتقاد دارم. صلح آمده نیست. در 40 سال گذشته درد و مصیبت بسیار این ملت کشید و سزاوار صلح است. ما امیدوار هستم که صلح پایدار با حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته در عرصه آزادی بیان، در عرصه حقوق خانم ها و تمام آزادی های مدنی، صلح دوامدار برگرده به مملکت. کابل شهر زادگاه من است، از جان و دل دوستش دارم. البته همه شهرهای افغانستان، همه روستاهای افغانستان دوست دارم، ولی جایی که به دنیا میایی و کودکی تا میگذرانی و نوجوانی و فضا طبعا زیادتر مورد الفت آدم می باشه. و پیام ما به همشهریان عزیزی است که همه کوشش کنیم که فرهنگ زندگی در شهر رعایت بکنیم. من میبینم که چه قسم در بسیاری از خانه ها در مصرف آب چقدر بدون توجه به صرفه جویی چقدر آب زیاد مصرف میکنن، در حالی که کابل یک شهر خشک است. شاید تا 2-3 سال آینده مردم کابل دچار مشکلات شدید کمابی شود. به این سبب اگر امروز ما اسراف میکنیم در آب، در آینده شاید بسیار پشیمانی بکشیم. متاسفانه رسانه های ما هم قسمی که لازم است مردم در این قسمت روشن نمی سازن و الا هیچ کس نمیخواد که در شهرش طوری کمابی شود که بطه‌های گل خشک شود و حتی آب بر وضو کردن هم نباشه. از آن باید ما همه مردم پایتخت به فکری باشیم که در استفاده از آب صرفه جویی بکنیم و این مهمترین نکته است که هر فرد ساکن پایتخت باید بداند.